بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان رضي الله عنهم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و ارجمند، این پیام ما را، این حدیثان پیامبر بزرگوار را، آیاتهای قرآن را به دیگران رسانید، نشر کنید درس ها را و وقت خود را دریغ ندارید برای گوش کردن و استفاده بردن و الله ان شاء الله عز و جل برای شما پاداشی نیک، پاداشی بی بها ارزانی میکند ان شاء الله. موضوع امروزینه درباره سبب هایی که برای انسان رزق افزایش میکنند، یا که عمل ها یا که قول هایی که به سبب آنها رزق انسان زیاد می شود. یک چند از همین سبب ها را به شما پیشکش میکنیم که آنها عبارتن از سخن ها یا که از عمل ها که انسان میکند به سبب او الله عز و جل رزق او را افزایش میدهد و پر برکت میکند. برای همین یکمی از آنها که سبب می شود که الله رزق انسان پر برکت میکند و خودش به کفالت میگیرد رزق او را، این غمخوری دین است. اما شعر از کو میگه غم دین خور که غم دین است، همه غم ها فروتر از این است. همین حقیقت دارد که انسان باید فقط غم دین خورد، نه غم دنیا را خورد. از پس دنیا باید ندود، همه غم و اندوه خود را از دم دنیا نکند، فقط از دم آخرت کند. کسی که غم آخرت میخورد الله عز و جل غم دنیا را از او میبرد. قال ابن مسعود رضی الله عنه، ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید، میگوید که شنیدم پیامبری شما صلی الله علیه و سلم میگوید من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته کفاه الله هم الدنیا. این چه قول زیبا. پیامبری بزرگ میگوید که کسی که همه غم هاشه همش یک غم میکند. غمی چی است؟ غمی آخرتش. غمی چی است؟ غمی روز قیامتش. همه غمش جمع میکند، یک غم میکند و برای چی؟ غمی روز قیامتش میخورد. پیغمبر میگه الله برای او بسنده است برای غمهای دنیاش، یعنی که از دنیا پروا نکند. انسانی که غم روز قیامت میخورد و برای روز قیامت عمل میکند، فرمانهای الله اطاعت میکند، آنچه که نهی کرده است از او دوری میجوید، الله چی؟ دنیا را برای او باز میکند، میدهد اگر غمش روز قیامت باشد. اگر کسی که غمهاش پراکنده شدن، غمی دنیا را خورد، غم ماشین و غم خانه و غم فلانی و غم این چیزی که ندارم اون ندارم، غم دنیا، یعنی که همه غمهاش در دنیا پراکنده شدن، فقط غم دنیا خوردن است. لم یبال الله فی ای اودیتها هلک. پیامبر میگوید که الله عز و جل به اون نظر نمیکند، اهمیت نمیتید در کدام وادی که هلاک شود، در کدام وادی هلاک شود الله به اون نظر رحمت نمیکند، اهمیتش نمیتید. حدیث در ابن ماجه است و صحیح است 157. برای همین انسان باید غمی دنیا نخورد، غم دینش خورد که برای او غم دینش در کار است که روز قیامت دنیای ابدی است، زندگی ابدی است، فنا شونده نیست. برای همین برادر، خواهر، مادر غم دین تخور، نه غم دنیا. باز از زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمودند که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، زید ابن ثابت میگه شنیدم پیامبری بزرگوار میفرماید من كانت الاخره همه، کسی که غمش روز آخرت بود، جعل الله غناه فی قلبه. بینی کسی میگه غم دینش میخورد، غم روز آخرتش میخورد، در اندیشه روز قیامتش هست، فکری قیامتش میکند که در اونجا من چخیل زندگی میکنم، اون فکر میکند. الله عز و جل میگه چی؟ بی نیازی را در دلش میگذارد، در دلش مینهد. برای چی؟ ای قناعت برای او ارزانی میکند که به همه چیز قناعت بخش میشود. دنیا دیگر او را مشغول نمیکند، او سیر و پر است، چشمش سیر است، پر است، دلش سیر است، پر است از دنیا. و جمع له شمله، و همه کار و باری که دارد، همه فکر و اندیشه که دارد الله او را خاطر جمع میکند، فکرش پریشان نمیکند، کار بارش پریشان نمیکند، همه کار بارش جمع میکند، همه امرها و شأنهای دنیای او را جمع میکند برای او. و اتته الدنیا و هی راغمه، در آخر چی؟ دنیا خودش میبیاید، دنیا برای او میبیاید، آسان میکند، پیدا کردن رزق برای او آسان میشود، از دم رزق دوادو نمیکند، خسته نمیشود، برای او الله آسان میکند. برای چی؟ برای که او غم آخرت چه میخورد. و من کند الدنیا همه، کسی که دنیا غم و اندوهش است، فقط غم دنیا میخورد، اندوهگین است همه وقت در دنیا که این دارد من ندارم،
این زندگی خوب دارد، این زن خوب دارد، این مال دارد، این قصر دارد و من ندارم. کسی فکرش همین باشد جعل الله فقره بین عینیش، یعنی فقط بینوایی را و فقر میبینه در پیشش. هرچند از دمی مال میدود که فقط چی؟ بینوایی و کمبغلی را، فقر میبیند. و فرق علیه شمله، و احوال او را پریشان میکند، کار بارش پریشان میکند، جمع نمیکند. دیگر نمیاد کدام طرف کدام سو دو کند، از کدام سو مال جمع کند. این طرف میدود اون طرف میدود، خسته و خارزار میشود. ولم یأتیه من الدنیا الا ما قدر له. تصور کنید در انسانی که غم آخرت میخورد، یعنی که دنیا را به یگان، یعنی که همون چیزی که در دنیا هست نوشته شده است برای او، همون رزق برای او آسان میبیاد. انسانی که غم او دنیا است، غم دنیا را میخورد، دنیا برای او نمیاد مگر اون چیزی که برای او نوشته شده است. اون چیزی که نوشته شده است هم برای او از دم امید دود، خسته می شود، بیمار می شود از دم دویدن همون مال و رزق، لیکن همون چیزی که نوشته شده است برای همون می آید برای او. این حدیث در امام ترمذی است و ابن ماجه است و صحیح است. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من نزلت به الفاقه فانزلها بالناس لم تصد فاقته. به کسی یک تنگی در حیات، دچار تنگی در حیات شد، به فقر است، به بینوایی است، یگان مکروه به او رسید در مالش، در زندگیش، پس به سوی مردم التجا کرد، به الله متوجه نشد و به سوی مردم لجوء به سوی مردم کرد، نه به الله. یعنی توکل به الله نکرد و از الله نپرسید که الله برای آسان کند و به مردم شکایت کرد. پس مردم میگه لم تصد حاجته، مردم اون کاری او را، اون تنگ دستی او را، اون حاجت و نیاز او را برطرف کردن نمیتونند. و من نزلت به الفاقه فانزلها بالله. پس کسی که دچاری بینوایی شد، دچاری یعنی زندگی تنگ شد، در حال تنگ دستی زد، در حال سختی زد، پس شکایت به الله کرد، متوجه به الله شد، لجوء به الله کرد، دست بالا برداشت، از الله پرسید. فیوشک الله له برزق عاجل او آجل. پس زود است که الله برای او رزق را ارزانی میکند، رزق عطا میکند، یا که رزقی در حال عاجلا، یعنی که زود به دعای او استجابت میکند، یا که بعدتری، بعد وقت معینی، بعد مدتی الله برای او رزق را عطا میفرماید. یعنی که همین معنا دارد کسی که به الله توکل میکند، کسی که به غیر الله شکایت میکند او در خواری و زاری میماند، و کسی که به الله شکایت کرد و از الله پرسید الله برای او رزق عطا میکند. دوم چیزی که از همین دروازه هایی که برای انسان مسلمان جلب رزق میکنند، رزق وسیع میکنند، دروازه های امین احسان است، نیکی است، عملی نیک است. چخیلی که الله عز و جل میگوید سوره نحل 98 هفتم آیت من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. از مرد و زن هر کس کار شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن است، یقینا او را به زندگی پاک و پاکیزه زنده می داریم و پاداششان را بر پایه بهترین عملی که همواره انجام می داده اند می دهیم. برای همین انسان کسی که کدام مسلمانی که مؤمنی که عمل شایسته انجام میدهد، الله برای او زندگی پاکیزه، رزق با برکتی و پربرکتی عطا میفرماید. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید برای ما احسان چیست؟ احسان شرع میدهد، میگوید ان تعبد الله کانک تراه، یعنی عبادت میکنی الله گویا که تو او را میبینی، همین احسان است، گویا که تو او را میبینی. فإن لم تكن تراه، اگر تو او را نبینی هم فإنه یراک، پس او تو را میبیند. یعنی انسان وقتی که حدیث متفق علیه بخاری مسلم است، وقتی که الله تو را میبیند پس تو کاری ناشایسته نمیکنی، اما وقت کاری شایسته میکنی. همین احسان میگن. درجه بلندترین در دین اسلام احسان است که انسان درجه بلند می رود، الله را با رزقی پربرکتی عطا می فرماید. باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که از کعب بن عیاض میگوید که شنیدم پیامبر بزرگوار می فرماید ان لكل امه فتنه، برای هر یک امت میگه فتنه ای هست، و فتنه امتی المال، و فتنه امتی من این مال است، فتنه امتی من این مال است. برای همین برای مال مردم بسیار کوشش تلاش میکنن، حتی هم دیگر کشی میکنن، حتی زن فرزند میکشد، شوهر زن میکشد، زن شوهر میکشد برای مال. حدیث در امام احمد است و ترمذی و صحیح است. سیوم باب یا که دروازه که رزق، دروازه
برای جلب کردن رزق برای مسلمان. این به شکرگزاری است. شکرگزاری نعمت، یعنی الله به تو وقتی که نعمت داد، خواه کم باشد خواه اندکی باشد خواه زیاد باشد، انسان باید در هر دو حال سپاسگزاری کند پروردگارش را. اگر سپاسگزاری نکند پس الله برای او نعمت نمی افزاید. برای همین شکر کردن و سپاسگزاری افزایش می‌دهد نعمت‌های الله را برای مسلمان. خیلی که الله عز و جل می‌فرماید در سوره ابراهیم 7 آیت: و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. و نیز بیاد آور هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد، خبر داد که اگر سپاسگزاری کنید یقینا نعمت خود را یا که نعمتهای خود را بر شما می افزاید، و اگر ناسپاسی کنید در مقابل نعمتهایش ناسپاسی کنید بیگمان عذابم سخت است. برای همین انسان اگر سپاسگزاری کنید الله می افزاید. اگر نعمتهای الله خیلی زیادند، اون را انسان شماریدن نمیتواند، اون نعمتهایی که برای انسان ارزانی کرده است. برای همین انسانی که شکرگزاری میکند برای نعمت الله، وعده صادق الله است که هر آینه برای او نعمتها را افزایش میدهد در مقابل سپاسگزاری شکر کردن. و شکر کردن نعمت الله دلیل است برای که هون انسان نفسی سلیم دارد. انسان یعنی در مقابل نعمت شکر گذاشتن، این انسان نفس سلیم دارد که در مقابل نعمت الله که برای او میدهد او شکرگزاری میکند. پس برای خیر شکرگزاری میشود. و شکر این جزای طبیعی است و در فطره سلیم، در فطره آدمی راستین است. برای که نفسی که الله شکرگزاری میکند برای نعمتش، اون نفس نظارت میکند عملهای خود را که او را از بالا الله نگه دارد. همه تصرف، همه رفتار و کردارش چی میکند؟ نکو میکند، برای میبیند که الله از بالا او را نگه دارد. و کفر به نعمت الله شاید که با چی شود؟ با ناسپاسگزاری، یا که با انکار کردن که الله همون نعمت برای او داده است. شاید بعضی مردم ناسپاسی کند و بعضی مردم انکار کند، بگد که این من خودم عمل کردم، کار کردم، به دست آوردم به قدرت خود و به علم خود و به عمل خود. اینم چی است؟ ناسپاسی، انکار کردن نعمت الله. برای همین شکری که انسان میگذارد در مقابل نعمت، از شکرگزاری تو الله فایده نمیکند. این فقط نشان میدهد که تو انسانی با شکر هستی و شکرم برای خودت انجام میدهی. و انسانی که در مقابل نعمت الله کفر میورزد، اون انسان هم به سوی الله یگان تأثیری نمیبخشد کفر ورزیدن او. برای چه؟ الله چی است؟ الله بی‌نیاز است، الله حمید است، الله همه چیز سپاسگزاری میکند. از ابی ذر رضی الله عنه از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، پیغمبر از الله روایت میکند که الله عز وجل میگوید: یا عبادی، ای بندگان من، شما هرگز به من نمیرسید که مرا ضرر رسانید. یعنی به ضرر رسی من شما توانایی و قدرت ندارید و مرا ضرر رساندن نمیتوانید، و شما اونقدر قدرتی ندارید که مرا فایده بخشید، برای من فایده بخشید. نمیرسید به اون حالی که شما مرا فایده بخشید. من بی‌نیاز هستم از همه چیز. یا عبادی، ای بندگان من، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر که هر آینه اولین شما و آخری شما، جنیان و انسیانتان، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، همه آدمیزاد و جنیان اگر که در با تقواترین پرهیزکارترین دلی یک مرد اگر باشند همشون، ما زاد ذلك في ملکی شیئا، در ملک من یگان چیز افزایش نمییابد، یگان چیز از زیادی نمیکند، افزایش نمییابد ملک من از این. ای بندگان من، هر آینه اولی شما، یعنی منو دارد که از اولی شما تا آخری شما را و جنیان و انسیان شما، اگر همه همین اولی آخری شما و انسی و جنی شما در یک دلی فاجرتری فاسقتری اگر شما باشد، ما نقص ذلك من ملک شیئا، یگان چیز از ملک من کم نمی شود، یگان چیز از ملک من کم نمی شود. یعنی که الله معنا دارد که الله بی‌نیاز است. الله همه این کار برای ما میکند که ما سپاسگزاری کنیم و او را عبادت کنیم. ما الله نه فایده و نه ضرر رساندن میتوانیم. برای همین
ما اگر که شکرگزاری کردیم پس برای خود شکرگزاری میکنیم. اگر که در مقابل نعمت الله ما کفر ورزیدیم، انکار کردیم، جحود ورزیدیم، ما او را برای خود میکنیم، به ضرر خود میکنیم، نه به فایده خود. نه که وقتی که شکرگزاری کردیم پس به فایده ما است که الله ما را دوست می‌دارد، برای ما نعمت افزایش میکند. حدیث در امام مسلم است. چهارم از دروازه های جلب رزق یا که سبب چهارم برای جلب رزق این چی است؟ این برکشیدن چیزی دانگی یا که خوراکه برکشیدن به یک مقدار معین. از مقدام ابن معدی الکرب رضی الله عنه قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید کیلو طعامکم یبارک لکم فیه. حدیث در امام بخاری است. در زیر این شرح‌های زیاد است. کیلو ای یک معناش همین است که انسان وقتی که طعام میخرد، همون طعام باید مقداری همون اندازه‌ای که در خانه چند نفری هست مقداری همانها خرد، از او زیاد نخرد که اسراف نشود، که صرف نشود. این یک فکر است. فکر دیگه که انسان وقتی که در خانهش، همسر وقتی که در خانه خوراک میپزد، همون برنج است، همون چیزی که میپزد همون قدر وزن بگیرد که برکشد، همون طعام خوراکی را برکشد، همین قدری که به همون اهل عائله بسنده باشد، کفایه باشد، زیادی نباشد که اسراف شود، که در موسر یا که در چی پرتایش. برای پیغمبر فرمود کیلو طعامکم. حتی در وقت صدقه میگه، صدقه که دادید برکشید و چی کنید با مردم بدهید. لیکن اولاتر تفسیر همین حدیث همین است که میگه وقتی که در خانه یک چیز میپزید، پس همون محصولاتی که شما با همون خوراک میپزید، به همون برنج است و چیزی هست، همون خوراک که همون محصولات، همون دانگی را برکشید که مقداری همون اهل عائله باشد که زیادی نشود و صرف نشود. پس پیغمبر چی میگه؟ کیلو طعامکم یبارک لکم فیه. الله برکت شمی گذارد در همون چیزی که شما او را بر میکشید و مقداری همون خوراک میپزید، مقداری همون نفرایی که چی در خانه هستن و از او زیادتر نیست، برای اسراف نشود. برای همون مخزونی که شما دارید، همون چیزی که خزینه کرده اید، اگر همون به مقدار معینی که برای همون عائله بسنده است همون را بگیرید، یا که مقدار معینی که شما صدقه میدهید به همون انسان به نفقه دید، صدقه دید، یا که بر عائله خود از همون مخزونی که همون خزینه کرده ای که شما دارید از همون میگه هم خیلی بگیرند، که یعنی که زیادی صرف نشود. الله در همون خوراک شما و در همون چیزی که ذخیره کرده اید الله برکت میبخشد. الله چه میگه؟ یبارک لکم فیه. و در حدیث دیگر از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، جابر رضی الله عنه، مردی میگه پیش پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم آمد و خواست که یگان چیز پیغمبر برای او بدهد برای خوردنش. برای او پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ نصف وسق شعیر داد. نصف این معنی دارد که الوسق این یک وسق میشود 300 صاع. اگر بگیم نصفش یک وسق میشه 50 کیلو، با کیلو برکشیم 50 کیلو. خاصا نیمی وسق داد. وسق این 50 کیلو باشد، نیمی وسق میشود 25 کیلو چیز داد؟ جوش داد. 25 کیلو جو، یعنی که از پیغمبر پرسید و پیغمبر برکشید. ببینم گفتیم که برای کیلو کشی برکشید به او را، 25 کیلو چیز داد؟ 25 کیلو جوش داد. فما زال الرجل یاکل منه و امراته و ضیفهما. پس مرد خانش بردو، در خانش با همراهی عائله‌اش و با همراهی مهمانایی که می آمدن همون 25 کیلو جوا می خورد. خیلی وقتی دراز شد حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو لم تكله فقال لأكلتم منه ولقام لكم. برکشیدن همون چیزی که پیغمبر برای او داد، آنها برش کشیدن همون جوا. پس پیش پیغمبر آمدن صلی الله علیه و سلم. پس پیغمبر چی گفت؟ اگر که شما همون باقی مانده ای که من برای شما دادم برش نمیکشیدید، وزن نمیکشیدید، همون را حسابش نمیکردید، میموندش هم خیلی از اون میگرفتید میخوردید، مقدار معین برای خودتون میگرفتید میخوردید، مقدار معینی که برای شما بسنده است، پس خوردن شما دوام میداد. از عایشه مادرمان رضی الله عنها فرمودند که توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه وفات کرد. گفت در خانه ایچی نبود که بخریمش. انسانی که گفت یعنی که زو کبد، یعنی که انسانی که جگر دارد، یعنی که انسانی زنده ایچی نبود در خانه که انسانی زنده بخردش، مگر نصفی شعیر در همون رفهای خانه، رفکهای ما میگیم رفک خانه میگیم کو، رفکهای خانه میگن نصف شعیر بود، نیمی شعیر، نیمی جو. فاکلت منه حتى طال علی. پس از همون میخوردم حتی که مدت درازی گذشت، هم خیلی میگرفتم میخوردم، چنین همون مقداری معین برای خودم. پس میگه فکلته
پس اومدم همون باقی مانده همون جوا برکشیدم. وقتی برکشیدم میگه چی؟ ففنا، تمام شد. یعنی انسان همون باقی مانده ای که دارد از همون میگیرد و مقدار معینی بر میکشد برای خوردنش. تمام همه همون چیزی که دارد باید بر نکشد، بعد به الله توکل کند و از همون گرفته خوردن گیرد. مقداری که احتیاج نیازی خانواده‌اش است برکشیده، مقدار همون نفرای در خانه هستند، مقدار همونها از آنها زیاد نگیرد. از همون خزینه‌ای که دارد، همون چیزی که خزینه کرده است، پنهان کرده است، تو دارد همون چی از همون گرفته خوردن گیرد، برش نکشد. میگه الله در همون برکت میدهد و خیلی مدتی دراز خوردن میگیری و الله برکتش در همون زیاد میکند. اینم برای چی است؟ این هم برای اقتصاد است که انسان باید اسراف نکند، حتی در خوردن باید اسراف نکند. اسراف که نشید الله در همون چی در همون طعام برکت میدهد، وای دانگی باشد وای چی نباشد. اگه اسراف شید و مردم در موس رو در دیگه پرت افتن، باقی مانده خوراک هیچ کس نخورد و الله برکت از همون خانواده میگیرد. برای همین خواهران، مادران، همین شما همین حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما تطبیق کنید در خانه، ان شاء الله برکت در اهل و عائله شما افزایش می‌یابد. خلاصه باز سخن دوام دارد. در درس آینده باز درباره یک چند سبب‌های برای جلب رزق برای شما پیشکش می‌کنیم. برای درس مدتی طولانی را نگیرد، ما اینا تقسیم کردیم و ان شاء الله یگان 20 چند تا یا که 30 تا 30 تا قریب همین چی است سبب‌های هستند که یا که عمل‌های هستند یا که سخن‌های هستند که انسان امین عمل‌ها را یا که سخن‌ها را ادا کند، الله رزق او را زیاد می‌کند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید.